بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 162 مهندسی جهل برنامه امروز رو آغاز میکنم. در برنامه امروز هم مثل برنامه‌های قبلی با یک کتاب قدیمی چند صد ساله خطی دست نوشته منحصر به فرد تخصصی، کتاب تخصصی در یک زمینه حالا علمی، تخصصی، ادبی، دینی، هرچی باشه، ادبیات و اینها، تلاش میکنم آشنا بشیم با زبان ترکی و بتونیم از زندان مهندسان جهلی که زندان رو در مغز ما ساخته اند و ضخامت این زندان در طول عمر ماست، به اندازه طول عمر ماست. اگر عمر من 60 ساله است، این دیوار عرض و ضخامت 60 ساله داره. شکستن این ضخامت با توپ شاهی هم امکان پذیر نیست. فقط با آگاهی و با برگشت به گذشته و انقلاب بر علیه خویشتن خویش ممکنه که این اتفاق بیفته. مادامی که نتونیم علیه خودمون، علیه باورهامون، علیه آنچه که علم فرض میکنیم، علیه آنچه اعتقادات فرض میکنیم، علیه آنچه که شخصیت خودم فرض میکنم، علیه اینها انقلاب نکنیم، نمیتونیم از این مهندسی جهل خلاص بشیم. من دیروز با یک ویدیو مواجه شدم که دو اینستاگرام هم امروز دانلود کردم، گذاشتم اینجا، میبینید این ویدیو رو. متاسفانه نمیدونم چرا نمیتونم صدای این رو باز بکنم. از کجا باید این صدای این باز بشه؟ واقعا موندم درش که این باید چجوری. آها اینجاست. Arkaik dönem Türkçe unik harfleriyle biz dedik ki Türkler 4500 sene yaşa. Yazının yaşı 4500. 4500 sene önce Hakkari, şimdi Hakkari denilen yerde Türk. Hakkari'de 2 tane taş yazıt bulundu. Eski arkaik dönem Türkçe unik harfleriyle. Biz dedik ki Türkler 4500 sene yaşa. Yazının yaşı 4500. 4500 sene önce Hakkari, şimdi Hakkari denilen yerde Türk. Hakkari'de 2 tane تلاش میکنم که کاملشو براتون بذارم تا این هم در مورد Nutuk'a bakarsanız nutuk ne diye başlıyor? İşte 1919 yılının 19 Mayıs'ı Samsun'a çıktım. Değil mi? Böyle başlıyor. Ama Mustafa Kemal Nutuk'ta Samsun'u anlatmamıştır. Aynı zamanda Erzurum'u da anlatmamıştır. Mustafa Kemal Nutuk'a bakarsanız nutuk ne diye başlıyor? انسان ترک برنامه‌ریزی شده یه استاد دانشگاه دیگری هستش. در ترکیه هم تعداد اندکی از انسان‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنن و دارای تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی هستند به تفکر انتقادی رسیدن. هنوز به مهندسی جهل نرسیدن، ولی این دوتا عالمی که الان صداشون رو شنیدیم، اولی میگه که در یه جایی، در یه منطقه‌ای که اسمش استان حکاری هستش و در اونجا اینها یه تعداد سنگ قدیمی پیدا کردند که 4500 سال پیش این سنگ ها با یه خط خاصی که متعلق به ترک ها در اون مقطع داشته، در اون زمان و اون مکان وجود داشته، نوشته شده و اینها 7 سال تلاش کردند تا دانشگاه های ترکیه بپذیرند که این سنگ نوشته ها متعلق به ترک هاست. اینجا میگه که باید خارجی ها، اونهایی که مهندسی جهل جهانی رو اداره میکنن، اجازه میدادن تا استادان و متخصصان دانشگاه های ترکیه بپذیرن که این میتونه به ترک ها تعلق داشته باشه یا نه. یعنی ما برای اینکه یک اثر رو از خودمون بدونیم، جالبه من این رو در زبانشناسی هم دیدم. زبانشناسی هایی که مثلا ما یه دوستی داریم خیلی ارجمند و اینها، نمیخوام اسمشو بگم، بسیار دوست صمیمی هستیم. ایشون میگه که آقا زبانشناسی مثلا در دانشگاه فلان زبانشناسی خونده و اینا، وقتی مثلا یه آذربایجانی، یه ترکی، یه قشقایی، یه ترکمن داره یک کلمه رو یه جوری دیگه ای میگه که اینها نخوندن،
میگه نه این علمی نیست، شما باید علمی. منظور از علمی چیه؟ یعنی باید این مدل آموزش که آقا این کلمه ریشه ترکی داره، فارسی نیست یا فلان نیست، این رو باید غربی ها گفته باشن. برای این اصولی که غربی ها براش بنیانگذاری کردن باید پیریزی شده باشه و بر اساس اون اصول باشه. حالا اگر یه ترکی حالا مدرک هم نداره، مدرک دانشگاهی هم نداره، تخصص دانشگاهی و آکادمیک هم نداره، تحصیلات آکادمیک یا داره یا نداره، کاری به این نداریم، ولی اگر این بیاد بگه آقا بیا یه جوری ثابت بکنه که این کلمه ریشه ترکی داره، از زبان ترکی رفته به فلان زبانها و اینجوری شده، اون وقت اینا میگن که این علمی نیست. چرا علمی نیست؟ برای اینکه این بر اساس استانداردهایی که غربی ها تراشیدند و ساختن اون استانداردها رو با اون نمیخونه. یعنی اینکه ما خود ترک ها حق نداریم استاندارد درست بکنیم. استاندارد ما استاندارد درستی نمیتونه باشه. برای چی؟ برای اینکه اونها استاندارد رو قبلا ساختن، چرا ما باید بسازیم؟ باید اونها بسازن. و این یعنی همون مهندسی جهل در سایه این چیزایی که حالا نمیگم در مهندسی، در پزشکی، در داروسازی، در فیزیک، در شیمی، ولی در علوم انسانی، در تاریخ، در زبان که ما خودمون حداقل میتونیم بگیم آقا میتونیم آلترناتیو فکر بکنیم، میتونیم منتقدانه نگاه بکنیم، میتونیم دیوارهایی که ساختن رو بشکنیم و از نو بر اساس باورهای خودمون، بر اساس نیازهای خودمون، بر اساس اصول و استانداردهایی که خودمون پایه‌ریزی میکنیم علوم رو دوباره از نو ساماندهی بکنیم که به نفع ما باشه. چون اگر علمی به نفع ما نیست و اگر مثلا دیروز دیدم دوباره، حالا همین آدمی که بذارید اینجا بیارم دوباره، این آدم داره میگه در ادامه ببندم صداشو، این آدم در ادامه میگه که 7 سال طول کشید تا دانشگاه‌های ترکیه بپذیرن که این سنگ متعلق به خط ترکاست و در ختای، منطقه ختای که در ترکیه امروزی واقع شده، این سنگ ها وجود داشته و 17,000 سال سابقه داره. من دیروز یه خبر دیگه خوندم که در ترکیه، یا این آدم، همین آدم احتمالاً داره میگه، همین استاد دانشگاهی که اینجا دارید میبینید، دوستان که از چیز دارن، میگفتش که قراره، حالا یا این خبر بود یا یه خبر دیگه بود، قراره در یه جایی یا آثاری پیدا شده اجازه ندادند متخصصان و باستانشناسان خود ترکیه بررسی بکنن. خود ترکیه، دولت ترکیه و این سیستم اجازه نداده، اون مهندسی جهل اجازه نداده، اون جهل اجازه نداده که خود متخصصان ترک، یعنی به خود ترکا اعتماد نداره، خود ترک به خود ترک اعتماد نداره. چرا؟ برای اینکه این اعتماد رو از ما گرفته مهندسی جهل. میگه که باید از آمریکا یه هیئتی بیاد، این هیئت ترک رو به عنوان چراغ خود، به عنوان شاگرد خود ببره با خودشون اونجا، آقا شما بیاد اینجا چیز بکنید و اونها هر کاری که بگن ما باید بگیم بله. به این بلا مبتلا شدیم. حالا این یکی حضرتی که بذارید حالا من این رو اگه بتونم یه جوری یه کاری بکنم که بعدی بیاد، این انسان شریف، اینم یک استاد دانشگاهی هسته که معتقده که تمامی داستانهایی که در رابطه با برپایی جمهوریت تاریخ نویسان نوشته اند همش دروغه. اینجا میگه مثلا گفتن که آتاتورک فلانجا رفته، سامسون رفته، نمیدونم ارزروم رفته، نمیدونم فلانجا رفته، فلان بهمانجا رفته، میگه که این رفتنش درسته، یعنی اون رفته، ولی اون چیزهای در مورد اون نوشتن همه اونها دروغه. یعنی یه تاریخ دروغی رو 100 سال گذشته نوشتن به ما دادن. و دیشب دوباره داشتم یک مطلبی رو از مرحوم پورپیرار میدیدم. پورپیرار داشت میگفت آقا چرا تاریخ ایران رو تمامی کسانی که نوشتن یا یهودی هستند یا یهودی مسلکن و ایرانی ها از اون بعد کپی برداری کردن، فارس ها و فلان.
میگه نه اینکه یهودی ها نمیتونن تاریخ بنویسن، اما چرا برای تاریخ این منطقه یهودی ها اومدن متمرکز شدن تاریخ بنویسن؟ اینجا یه باید شکی کرد دیگه. چرا؟ برای اینکه باید از نیل تا فرات رو، از نیل از مصر تا اینجا رو، اینها به عنوان سرزمین های متعلق به یهودیان باید تاریخ سازی بکنن و براش هزینه بکنن. خب حالا این مهندسی جهل خواستم این دوتا مثال رو، حالا قبلا یکی دوتا دیگه گذاشته بودم، اگه این صفحه من رو برید پایین تر، خود همین آدم هم یه چیزایی داره میگه. این وزیر فرهنگ دوره شاه هستش. اینجا دوباره اینجا این انسان شریف هم، eğer ben betiyorum dobarı ince. Ama bizim ilgisizliğimiz bunu onlara söylettiriyor. Çünkü milattan önce 500 dediği Batılılar bu mezardaki buluntular ve mezarın yılını doğumdan önce 500 diyorlar. Ama Batı 500 derken oradaki yazının Türkçe çıkmasından çok rahatsız. Çünkü benim çocukluğum dahil, sizlerde de öyle, bizim kafamıza kendi milli eğitimimizin çaktığı ne? Türkler yazıya milattan sonra 732'de Orhun yazıtlarıyla geçti. Öyle mi? Şimdi bu doğumdan önce 500'e gittiğiniz zaman 1230 sene önceye götürüyorsunuz. Tek bir belgeyle. Üstelik bu bir yazı. Bu yazının da biraz önce söylediğim gibi bu hale gelmesi için bunun piktogramının, petroglifinin, tamgasının ve kaya resimlerinin olması lazım. Yani insanlar belli bir tarihte karşılıklı oturaraktan hadi yazı yazalım, sen bana şöyle yaz böyle yaz değil. Bu binlerce senelik bir evrimin neticesinde çıkan bir şey. Altın elbiseli adamın sergilendiği müzedeki Almata'daki müzenin görünüşü. Bu zırhı اندیشمند ترک هم در ترکیه داره میگه که اینجا در حالا احتمالاً در ترکمنستان یا مغولستان، الان یادم رفت، اونجا این یه آثار رو پیدا کردن که غربی ها میگن 500 سال قبل از میلاده، ولی خود همین غربی ها ادعا میکنن که ترک ها 700 سال بعد از مسیحیت به خط رسیدن. یعنی فقط با این سنگی که پیدا شده 1200 سال بر اون 700 چیز افزوده میشه، یعنی 500 سال به قبل از میلاد میشه. اینا میگفتن که 700 سال بعد از میلاده، یعنی این 700 سال و اونم 500 سال میشه 1200 سال به عمر تمدن مکتوب ترک ها افزوده شده. در این حال که میگه آقا این خط رو که مثل امروز نبود که دولت بشینه بگه آقا الفبا رو اینجوری، امروز هم الفبا رو حتی اینجوری نمیکنن، برای اینکه اسپرانتو رو نشستن همینجوری امروز الفبا براش ساختن، اسپرانتو جا نگرفت با اینکه زبان بسیار ساده ای بود و میخواستن یهودی ها این رو جهانی بکنن، اما نشد. چرا؟ برای اینکه زبان و خط در طول تاریخ و به شکل‌های مختلف اول پیدا میشه و یواش یواش میاد ساده و ساده و ساده و به الفبای امروزی میرسه. و این یهو نیستش که بگه 1200 سال 2200 سال پیش، 2500 سال پیش، 3000 سال پیش، چون که مسیحیت 2200 سال پیشه، 2700 سال پیش، 2025 الان 2500 سال پیش، بر اساس گفته یهودی ها، مسیحی ها این تبلت رو، این سنگ نوشته رو پیدا کردن و خب این یه پشتوانه داره، قدیمی داره، فلان داره، بهمان داره، اونها رو اگر حساب بکنیم ممکنه چند سال. حالا میگه برای اینکه ما اینها رو بخونیم به ما اجازه نمیدن. میگفت خود ترکیه ها نرفتن اونها رو ببینن، منتظرن که غربی ها برن اونجا رو ببینن. اینقدر مهندسی جهل در مراکز آکادمیک ما تأثیر بزرگی داره. حالا برای اینکه این قضیه رو چیز بکنیم، من احتمالاً این اسم این سفرم یه مقدار اسم این چیز رو بعداً عوض بکنم، چون که میخوام حتی دوستانی که در ترکیه هستن هم با این قضایا آشنا بشن و بتونن حتی این حروف رو بخونن، این کتاب ها رو بخونن. احتمالاً این رو یه مقدار یه جوری، حالا مثلا بگم که
حالا یه اسمی براش پیدا بکنم یه جوری باشه هم این مهندسی جهل بمونه، همین که بگیم این خط عثمانی، برای اینکه وقتی بگیم خط و زبان عثمانی علاقه بیشتری در ترکیه پیدا میشه که بفهمن، چون الان که مهندسی جهل میگم اصلا خیلی ها متوجه قضیه نمیشن که عمق قضیه چیه، اما یک چیز اسم ساده براش بذارید مثلا انسان ها بیان و ببینن که چه بر سرشون اومده. خب به هر حال ما در دیروز کتاب مثنوی رو خوندیم و با زبان ترکی که در این کتاب نوشته شد، در ترجمه مثنوی بخشی از گزیده مثنوی بود آشنا شدیم و قدرت زبان ترکی رو در اونجا دیدیم. حالا رساله جبریه هست. ببینیم این رساله جبریه که در، حالا اینو من بذارید ببینم میتونم ماشین حساب بیارم و حساب بکنیم که در چه سالی نوشته شده. بر اساس این چیزی که در بالا نوشته شده 1301 این کتاب نوشته شده، حدوداً امروز هم 1447 146 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا ببینیم که این منظور از جبریه چی هستش. آیا این در 224 صفحه نوشته شده که در پی دی اف 112 صفحه شده. این تازه هست فکر میکنم، یا قاره هست، مخابره و مخابره جبریه. حالا ببینیم این قاره اینجا رو میبینید ظاهرا یه چیزی اینجا نوشته بوده، تلاش کردن پاکش بکنن با یک چیز نمداری، پارچه یا هر چیز نمداری تلاش کردن این رو پاکش بکنن. حالا این مؤسس چی معلم اولی، حالا تلاش میکنه عثمان نوری، احتمالا اسمش عثمان نوری هستش. حالا اینجا فرزن یه چیزی نوشته شده و دوباره اینجا رو هم، یعنی تلاش کردن هویت نویسنده رو از بین ببرن. حالا امیدوارم که عمدی نباشه. در اینجا ما با جلد کتاب رو من این کتاب رو اول کوچیکش بکنم که دوستان ما بتونیم ظاهر کتاب رو اول باهاش آشنا بشیم. این ظاهر کتاب هست، میبینی که جلد رو باز کرده، صفحه اول رو ما در این سمت میبینیم. اینجا عرض کردم 121 نوشته شده، نمیدونم چرا اینجوری نوشته شده. و اینجا تازه مخابره و مخابره جبریه، احتمالاً این جبریه هم نیستش، نمیدونم چرا جبریه گفتم، انگار جبویه هست یا جریه هست، چون که این احتمالاً حبریه نوشته شده، گفتن جبریه هستش برای اینکه بعضی وقتا این. حالا ببینیم که چی هست دیگه. تازه مخابره، حالا ببینیم چی هست. اینجا نگاه کنید به کتاب تقریباً بخش زیادی از اطراف صفحه نابود شده، خیلی آسیب جدی دیده. اینجا هم دوباره یه چیزی رو چیز کردم. ببینید مهندسی جهل همینه. مهندسی جهل حتی خود ما وقتی یک کتاب دستمون بیفته که با افکار ما همساز نیست، چه از نظر دینی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر حقوقی، از هر نظر که با اعتقادات ما، با اندوخته های ما با اون چیزی که ما بهش ایمان داریم یا نداریم جور در نمیاد، تلاش میکنیم اونها رو از کتاب ها پاک بکنیم. متاسفانه این یک بیماریه که در ما وجود داره و باید یه جوری درمان بشه. اینجا دوباره من فکر میکنم که تلاش کردن یا حتی کار کردن اینو پاک کردن، نمیدونم چه کسی این کار رو کرده. ظاهرا خطی که اینجا رو نوشتن با خط بالایی یکی، ممکنه خود نویسنده این کار رو کرده باشه. صفحه بعدی رو میبینیم، رنگ کاغذ آبی تقریبا هستش، آبی نزدیک به آبی آسمانی کمرنگ. اینجا غزل رو میبینیم. این جبریه چی هست؟ احتمالاً منظور از جبریه اشعاریه که در رابطه با جبر و زور در زندگی و جامعه و اینها داره صحبت میکنه. نمیدونم، تلاش میکنم اگه بشه بخونم. این کتاب خوندن این کتاب یه مقدار سخت خواهد بود برای اینکه
خطی که این نوشته بسیار منحصر به فرده، یعنی مثل اثر و انگشت خود نویسنده هست که منحصر به فرده، این خطش هم منحصر به فرده. احتمالاً این کتاب اولین نسخه اصلی و اورجینال کتابه، رونویسی نشده، نسخه برداری نشده، در نتیجه به اون شکل اولیه مونده. اینجا چیزی که در اینجا متفاوت از بقیه هست، در هر صفحه نگاه بکنید، دوباره برگردم اول صفحه، اینجا شماره 1 رو داخل پارانتز گذاشته، اینجا داخل پارانتز شماره 2، هر صفحه رو شماره گذاری کرده 3 و 4. البته این 3 هم تقریبا شبیه 4 هست، ولی اینجوری، اینجا 5، اینجا 6. به نظر میاد که اینجا این سمت راست رو، صفحه سمت راست رو پاک کردن، از نو نوشتن. به نظر میاد که این شماره ها، مثلا اینجا 5 رو انگار یه بار پاک کردن، 7 رو انگار یه بار پاک کردن و دوباره نوشتن، 9 رو همینطور. نمیدونم چرا، احتمال میدم که اینجا 11 پاک نشده، جالبه. اینجا 14 تقریبا، البته این باید 13 باشه، چرا اینجوری نوشته شده نمیدونم. دوباره در اونجا بود که دیدیم همین شکلی. این 15 تقریبا یک بار یه بخشی حداقل پاک شده، 17 دست نخورده. اینجا یه 11 هم اینجا نوشتن که باز نمیدونم چیه، صفحه 20. این نوک صفحه ها رو، تیزی صفحه ها رو نگاه بکنیم که من اینجا دارم با موس دارم نشون میدم. اینجا رو اگه نگاه بکنیم، اون پلاسیدگی و پوسیدگی کاغذ ها yıpranmış olmağın töküldüğün görebiliriz. میتونیم ببینیم. صفحه ها رو که دارم الان با یه مقدار چیز میرم، امیدوارم بتونم این رو بخونم. یه مقدار سخت خواهد بود، اما هیچ سختی نیست که نتونیم بخونیم. تنها چیزی که من یه مقدار بیشتر، اینجا صفحه عوض میشه، از اینجا به بعد رنگ صفحه عوض میشه. ظاهرا این کتاب جدیده. برای چی؟ برای اینکه احتمالاً از میخکوب استفاده کرده باشن. اینجا یه تاریخ هم نوشته، جالبه. اینجا گفته بود که اینجا یه تاریخ نوشته، کاش بتونم اینو بخونم. بذارید بزرگش بکنم ببینم میتونم بخونم. Burada وظایف اسلامیه رسالemiz tamam oldu. اینجا burada، در اینجا وظایف اسلامیه، به این درسی که داشته میداده یا اون وظایف، اسم اون چیزی که نوشته بوده وظایف اسلامیه هست. اون رو رسالemiz tamam oldu. اینجا 302 هستش، اینجا 301، 16 سفره. چون تا اینجا متوجه شدیم که 3 رو اینجوری می نویسه، 4 رو اینجوری نمیشه. این احتمالاً اینم یکی که کد شده 1302. حالا اینجا دوباره یه 300 هم هستش، نمیدونم این چیه. سرم مالی 400. حالا من تلاش میکنم که اشعار رو که بخونیم بعداً بتونم تاریخ‌های بیشتری پیدا بکنم. مثلا اینجا هم یه تاریخ داریم میبینیم. از اینجایی که مطلب تموم شد، یک کاغذ جدیدی شروع میشه، یک بحث جدیدی شروع میشه که حالا من میگم تلاش میکنم که ببینم چی هست. یه مقدار اینجا دوباره رنگ کاغذ عوض میشه، یک مقدار سرختر میشه، دوباره برمیگرده به همون قبلی و حالت شطرنجی. اون صفحه حالت شطرنجی پیدا میکنه در بخشی. اینجا شطرنجی، اینجا شطرنجی، اینجا شطرنجی نیست. اینجا هم البته پشت شطرنجی دیده میشه، اینجا یعنی شطرنجی دیده میشه. نمیدونم که اینو خود آدم کشیده شطرنجی کرده یا اصلا دفتر رو به این شکل خریدن. این رو متوجه نمیشم، ولی میشه فهمید. به نظر میاد که خود آدم این رو نکشیده. میشه فاصله خطها رو دید و دقت کرد و فهمید که قضیه به چی هستش. اینجا مثل این که یه چیزی رو پاک کردن، دوباره رنگ کاغذ برمیگرده به آبی تیره تر از اون اولیه و دوباره روشن‌تر میشه اون آبی، دوباره برمیگرده به سفید، یه مقدار از سفیدی نه کاهی میشه، این رنگو کاهی میگفتیم. و من حالا یه مقدار بیشتر این بازی با رنگ کاغذهای ادامه داره.
و اینها هم احتمالاً اشعار هستن یا متون هستن که حالا باید بخونیم ببینیم که قضیه چی هستش. تا اینجا 114 صفحه نگاه کنید. اینجایی که گفتم اون 3 هست، اینجا حالا ما بر اساس این میبینیم که این 4 رو اینجوری مینویسه، 3 رو اینجوری مینویسه. این رو متوجه شدیم. حالا دوباره اینجا 23 24 فرقش خیلی فرق نداره، ولی ما الان متوجه شدیم که به این شکل این رو می نویسن. خب این کتاب در سلیمانیه نگهداری میشه. معلم اول مدعول احتمالا خواجه چی عثمان نوری. این کتاب عثمان نوری این کار رو انجام داده احتمالا، یعنی نوشته. برمیگردیم اول کتاب ببینیم که این چیشه. این 2 تا کتاب در حقیقت 2 تا رساله هست. یکی تازه مخابره، دیگری مخابره جویه هست. چی هستش نمیدونم، اینجا جبریه نوشتم با این نمیخونه. حالا ببینیم چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. Taze muhabere. Bir iki sene deniru Xace gizle Xacenizle qat'i muhabere oluşmayıp. احتمالاً bir iki، من این iki میخونم، احتمال میدم اینجا نقطه یه مقدار پلاسیده شده به خاطر اون. bir iki sene سندن برو، احتمالا اینجوری باید باشه. بیریکی سندن برو، یعنی از یکی دو سال پیش به این ور. خاجنیز لقطع مخابره اولونمش که حالا اینجا یه چیزی نوشته که واقعا نمیدونم چیه. یه چیزی هم نیست، چند تا چیزه. یه 300 نوشته اینجا که حالا اینجا این خط اصلا چی هست که به این شکل نوشته شده، باید باهاش آشنا شد. آلما 300 گامار یخلو مکتوب شریفن مخابرهی تازلو گنزدر. حالا اینجا این صفحه یه مقدار خیلی آسیب دیده، این صفحه رو ازش بگذاریم. تاریخلو مذکور مکتوبلرن یا مکتوب نزن bu vəçi mavadi bək təsirli olmağında qat'i muxabirə vaqe huzur xəbər verdi. خبروری از ظهور نیزی عفو ادیور خستلیک. حالا اینجا خیلی خلاصه نوشته، احتمالا برای مواد درسی اینا باشه، یه چیزی که دوباره اینجا 27 سرهم اول شما تاریخنده، اینجا دوباره 300 تاریخنده بوندن 300 اولی gönder تیشتی، gönder یه تی هستش، gönder تیشتی، دوباره این 300 اینجا گذاشته. این کتاب رو نمیتونم بخونم راستش. حالا من یه صفحه دیگه برم جلوتر. البته نه اینکه نمیتونم بخونم، وقت میخواد که آدم زحمت بکشه و بخواد این رو بخونه. بذار ببینیم این صفحه سفید رو میتونم بخونم. از بیجور فریاد ل انصافه گلمز اولپری. شعر اینجا. ازی چون فریاد ل، یا از نی چون، احتمالا نه چون فریاد ل انصافه گلمز اولپری. حالا اینجا 5 بار باید این شعر رو بخونین گار. احتمال میدم این شعری
ah و vah و sözün leyl و nehar olmur diler یا olur diler. اینجا یه جوری نوشته که باید این رو یکی دو بار بخونیم ببینیم که این مثل ته دست دو ağlarım ol rütbekim nehre sirişkim çağlayık ağlarım öyler öyle rütbe ol حالا احتمالا مرتبه هم من اینو بشه خون نمیدونم اول مرتبه کیم نهر سرشکم çağlayak چشمه سیلاب دیدم جویبار olmak diler. حالا نگاه کنید اینجا olmak درسته olmak درسته این وصلنی ایلر تمنی. حالا اینجا این نقطه‌ای که حالت دو تا نقطه داره این رو من نون خوندم. وصلنی ایلر تمنی فرگنی اتمز مراق نگرانی یا مورد مراق کنجکاوی مراق الان ما مراق میگیم ولی این مراق همونه. وصلنی ایلر تمنی فرگتی etmez merak اهل زوگی görki daim bahtiyar olmak diler. Cor aghyar ile anda diven nuri her zaman. Cor aghyar ile anda dide nuri her zaman. Külbesinde yar gar gamgusar olmak diler. اینجا احتمالاً دیگر نوشته باشه یا دیلر نوشته باشه یه چیزی یعنی امضا حالت امضا داره. یه شعر تونستیم ازش بخونیم. یعنی میخوام بگم ببینید یه مقدار سخته ولی با اگر حوصله به خرج بدیم و تلاش بکنیم میتونیم این حرکت قلم برای ترسیم صداها به شکل حروف و چسبوندن این صداها به هم به شکل حروف رو کشف بکنیم. مثل کشف رمزه. هر کتاب قدیمی دستنویس رو که بخونیم هر کدوم اینها مثل کشف رمز جدیدی هستش و واقعا وقتی الان من این صفحه رو خوندم خب اینجا در مورد یک کلمه دو تا کلمه شک دارم ولی خب اگر یکی دو تا چیز دیگه بخونم شعر دیگه بخونم احتمالا بتونم بفهمم که این چی نوشته. جهانه حکم در سیف و قلم سعی معارفتن. جهانه حکم در یا ادن هم میشه. جهانه حکم دن سیف و قلم سعی معارفتن. دو چیز بر جهان حکم میرانه میگه. یکی شمشیره یکی قلم. این به نظر من شمشیره. اصلش شمشیره. قلم در سایه شمشیره. قلم منظورش علمه. علم در سایه شمشیره که موقعیت پیدا میکنه. اگر آرامش و صلح و اینها باشه اگر هم نباشه که بازم اونها میتونن در زمینه جنگ یا صنایع جنگی که من نظر جدیدی در اون باره پیدا کردم چیز بکنم. جهانه حکم ادن سیف و قلم سعی معارفتن. در معارفت در علم آگاهی سعی بکنه. در اینجا جنگ ها و قلم اینجوری. تحصیل ایلمن هر سلطنت تخت نه بی همتا. تحصیل ایلمک احتمالا تحصیل ایلمک هر سلطنت تخت نه بی همتا. عجب جیس جهالت عجب جیس من اینو جیس میکنم اما جیس نیست. جیس این باید ق باشه. جیگ عجب جیگ جهالت گنفی کار دسترس علمق. این اگر علمق باشه اینم جیگ. عجب جیگ یا این چی باید بخونیم؟ عجب جیگ جهالت
Qendi karad dastras olmaq, o mağlub ordudan nuri haberler yok midur hala. O mağlub ordudur. O mağlub ordudan nuri خبرler yok midur حالا. حالا این شعر قبلش بوده، آغازش بود، اینجا تمام میشه، یه شعر دیگه شروع میشه. اینجا غزل از اینجا شروع میشده، از وسط شروع کردیم. غزل: علوم و معرفت ایله açmak دیده dünyaya. علوم معرفت ایله açmak دیده dünyaya. جهالت ایلر انسانی همیشه کور و چور نابینا. علوم معرفت ایله açmak دیده dünyaya. جهالت ایلر انسانی همیشه چور و نابینا. اگر نزدünde تقدیر معارف olsa اسلاف. اگر نزدinde تقدیر معارف olmasa هم اینجا میشه حالا اینو ببینیم بعدن چی میشه. olsa اسلاف eder miydi ممالکده نچه در درسخانه‌ler inşa. اگر نزدinde تقدیر معارف olsa اسلاف eder miydi ممالکden olmasa اسلاف. نه اینجوری: اگر نزدinde تقدیر معارف olmasa اسلاف eder miydi ممالکده نچه درسخانه‌ler inşa. اگر در نزدیک تو، در پیش تو، انسان‌های اسلاف یعنی گذشتگانی که دارای علم و معرفت بودن، معارف olmasa اگر نبود، انسان‌های عارف و عرفانی و تحصیل کرده وجود نداشت، eder miydi ممالکده آیا میتونست در مملکت ها نچه درسخانه‌ler inşa، آیا درسخانه یعنی مکتب و مدرسه و اینجور چیزا، دانشگاه و نمیدونم اینجور چیزا انشا میکرد. یعنی انشا کردن یعنی ساختن. این درسته، olmasa هستش. هنر olsaydı ناهموار ادراکات عالمیان. هنر olsaydı ناهموار ادراکات عالمیان. olurdu bی hünerler şahdi. حالا اینجا احتمالاً هر پرده حکم فرما، هر yerde این هر هستش. هنر olsaydı ناهموار ادراکات عالمیانه. olurdu bی hünerler şehri her yerde hükm فرما. جهانه حکم eder سیف و قلم سعی معارفتن. تحصیل ایلم هر سلطنت تحصیل ایلمق هر سلطنت تختنده بی همتا. عجب جق جهالت گنگ کاره دسترس olmak. O مغلوب اردودن نوری خبرler yok midur حالا. غزل. بریم یه صفحه دیگر رو بخونیم. حالا اینجا دیگه صفحه 15 رو میخونم، بعد میرم صفحه، حالا بذاریم این شعر از کجا شروع میشه. من دیگه خیلی اینجا دوباره یک تاریخ زده 301. Bir قطعه مکتوبی geldi garelerden احتمالاً گارلوودن. این چی میتونه باشه؟ ادرنلی شریف آقا زاده استانبول'a geldiğinden و oğulları Abdurrahim ve
Tokuz efendiler ve Teyfur efendilerin انهای مومیلیه خود فوق العاده معامله تصدیقیه اجرا ایلدیگندن بحث اولونمق. خیلی خلاصه نوشته، یعنی یه علتی که نمیشه خوند اینه: برده گارلوده. این گارلوه احتمالاً من نمیدونم، احتمالاً گارلرده اوغلری درلرینی تپان مقدرلرینه. نه یه مقدار سخته بخونم، میشه خونده این که نمیشه، ولی میگم خیلی خلاصه نوشته برای اینکه کذا و ها کذا دیگه هبا موارد çok uçkandiyene bu kadarcıkla iktifa eyleme lazım gelir. Eylemek lazım gelir. Bir vakt cevami ve mesacid cemaat kesiresini istifaya gayri kafi olmakla cami şerifin توسعه için ملجأ استراحتler بلورمک. احتمالا اینو من مق میخونم اما بلورمی هم میتونه باشه. آزاد جمله حسینی هست که اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم. دور جامعی بیر گوبلی امسا الوقت جماعت کثیره zad استرهامی üzerine daha bir gubbe علاوه eylemişler. یه توضیحی در یه مورد یه چیزی میده، انگار یه مسجدی ساختن، بعد بر اساس درخواست مردم اینا اومدن یه قبه دیگری، یه گنبد دیگری رو براش اضافه کردن. şimdi جامعه مذکور iki gubbeli olup mehrabi dahi iki gubbeyi توتان مثل طوفان نوشته شده با تی دست دار. توتان دیرگün önünde، حالا اینجا مثلا ökünde نمیشه، önünde یعنی در روبروش yagsız bir cadırdır، bir haldedir. Yağışsız bir haldedir. Ol vakti ki memurlar şimdiki tür halaletleri dür hatar ediler. Şimdi Cafer şimdi Cafer تاردور میشه خوند، ولی یه مقدار الان با سختی اینو میخونم. اینو بریم یه مقدار بیشتر جلوتر ببینیم آیا میتونیم یکی دیگر رو بخونیم یا اینکه بذاریم بریم یک کتاب دیگه بخونیم. میگم قابل خواندن هست، میشه خوند، ولی باید یه تعداد صفحات رو پشت سر هم به دقت و به آرامی بخونیم تا بتونیم کشف رمز بکنیم از حرکت قلم به دست این آدم برای نوشتن، برای اینکه این اثر انگشت این هست، اثر دست اینه، اثر احساس اینه، اثر ذهن اینه. یه بخش‌هاش رو میتونیم بخونیم، یه کلماتی این وسط قابل خوندن نیست. حالا اینجا غیرتلی سیماد رئیسی، احتمالاً یه چیزی باشه، سیمانون رئیسی. غیرتلی سیمان رئیسی، ببینیم چی هستش. رکبلی یا دکبلی دونپلی، حالا که رو چی بخونیم نمیدونم. لیمان حالا این اسمه لیماندور. رئیسی مجرد اختیار bir
zan olup. لیماندور. حالا این رکبلی هستش چی هستش نمیدونم. رکبلی لیماندور رئیسی مجرد اختیار bir zat. این ذات باید بخونیم. bir zat olup ismine İsmail Efendi احتمالاً derler. یا اسماعیل انزا انفق یه چیزی. حالا اسمش اسماعیل انفق یه چیزی روی این مایه ها. bu اسماعیل افندی من میتونم افندی بخونم خیلی هم معنی میده به نظرم. اسماعیل افندی. bu اسماعیل افندی 3 sene o lisi dikili 3 sene evvelisi dikili liman reisi olup 3 sene evveliye 3 sene evvelisi dikiliye liman reisi olup İskileda gönderdir güne kasbi جامت و مأموریت. این جامت چی میتونه باشه؟ جسامت. کسب جسامت نمیدونم چیه. جسامت از کلمه جسم احتمال. و مأموریت، اینم مأموریت رو مثل امروز که ما می نویسیم ننوشته، با میم عین و میم دوباره. مأموریت eylediği görünece bu memur bir iskile bütün Hristiyan yerde kalmasın ve oldukça buraya İslam'da gelip birleşsin diye elde memalik ve ashab-ı hamiletin aaneleri sayesinde in hamiyetün ihtimalen ve ashab-ı hamiyetün aaneleri sayesinde mezkur iskelede bir cem-i şerif ve çeşmeler inşa eyledi. bir جامع. اینم جامع. حالا من دارم یواش یواش متوجه میشم که این جامع رو این الف و چیز که مینویسه اینا الفه که اینجوری میره بالا و با میم و اینها چیز میکنه. مثلا bir جامع شریف، اگه دوستان بتونن این رو نگاه بکنن خیلی عجیب دستخطی که مثلا اینو کشف کردم. یعنی با هر متنی که میخونیم، جمله‌ای که میخونیم، میتونیم در داخل اون جمله اون کلمه هایی که ناخوانا هست بر اساس مفهومی که متن و جمله بر ذهن ما میاره میتونیم اون رو تو ذهنمون بازسازی بکنیم. مثلا اینجا بگیم که bir جامع شریف و چشملر انشا ایلدی bu زاد. حالا اینجا زاد نوشته ولی این ذات هم هست. bu زاد üzerine dikilide bir خیلی مهاجرین yerleşmesine. حالا این yerleşmesine اگر دوستان دقت بکنه اینم جزء چیزایی که لشمسینه اینو باید یه جوری سبب اولدی. جامع شریف مذکور ایلالن ناتمام ایسا الان احتمالا هستش. جامع شریف مذکور الان ناتمام ایسده انگریب رسیده حد ختام اولجقدر. خب نگاه کنید داره یواش یواش، اگر نپرم سفر رو میتونم بخونم. 48. صحیفه غزلون bir eyni daha. غزل. حالا اینجا صفحه 48 یه شعری رو حتما گفته بوده، وسط شعر گزارش داد. بریم صفحه 47. اینجا صفحه 48 یه غزل گفته. غزل: kimseyi incitmeyenler daima şadan olur.
kimseyi incitmeyenler daima şadan olur. Nam edenler, kasb نان و نام edenler احتمالاً kasb نیا. اینجا مثلا برای اولین بار این مثلا میبینم که یه نون و یه با یه الف مانندی میره و میچرخه و میاد، این رو برای اولین باره، ولی حالا اون نام رو میتونم بخونم. kasb نیک و نام احتمالاً eyleyenler her zaman خندان olur. خنده ریشیدن توف بلبل فاکه و افغان olur. حالا این دوستان اگر دقت بکنن این ناله و افغان باید باشه، فاقه معنی نمیده، ناله و افغان olur. اونم افغان نوشته دیگه، حالا ما باید خودمون بسازیم دیگه. هر سروری bir کدر تعقیب در عالم بویو احتمالاً. هر سروری bir کدر تعقیب در عالم بویا، قلت زهک و به کانون کسرتی هر آن olur. حالا یه آیه هم در قرآن هست میگه که مع العسر یسرا، یعنی هر سختی یه آسانی و مع العسر یسرا، هر سختی یه آشنایی و هر آسانی یه سختی پشتش هست. اینم میگه که هر سروری بیر کدر تعقیب در عالم بویا، قلت زهک و به کانون کسرتی. قلت زهک کم بخندی، زهک اینجا این خندیدن عربیه. قلت زهک، خود قلت هم به معنی اندک عربیه. قلت زهک و بکانون، بکا یعنی گریه عربیه، کسرتی. قلت زهک و بکانون کسرتی هر آن olur. آدم خیلی کم میخنده، خیلی زیاد گریه میکنه، اینجوری میخواد بگه. مصیبت معمولا تو عالم زیاده دیگه. ملک عالم نوریا نیچون خراب المقتدر. ملک عالم نوریا نیچون خراب المقتدر. بی اساس دور، بی اساسler عاقبت ویران olur. ببینیم بقیه شعر چی هستش. حالا ببینیم این ادامه داره یا اینکه شعر نیست. نه شعر نیست این دیگه. این احتمالا همون گزارش مربوط به مسجد ایناست که اون آدم انجام داده و اینا. بو فرمون زاده، حالا بو فرن زاده استرفنی، استاد. حالا این جزو اون کلماتیه که باید خیلی مشابهش رو ببینیم. فنی، ایرمی تاریخ گذاشته، ایرمی 1301 نمیدونم اینجا مثلا دور خب göndermedim ertesi yazar günü pazar günü احتمالاً این باشه. ertesi pazar günü Hacı Yasinzade یا یاسزاده، حاجی یاسزاده زاد اون دوباره اینجا تاریخ گذاشته، اون دوباره یه چیزی مثلا چی دوباره 301 tarihli mektubi zuhur etti. Mumikide aldığım mektupları 2 oldu. حالا اینجا یه مهرموم میفرسته، مکتوبلری مومیلیکten نمیدونم این مومیلیکten یعنی چی. Aldığım mektupları 2 oldu. Mustafa Ferzi Efendi'nin reisi Mestan Efendizade یا آخونزاده نمیدونم چنین چیزیه. همون که اون یکی صفحه هم نتونستم بخونم همینه. افخازاده رئیسی مستان
افخازاده حاجی محمد افخا. حالا اینجوری میخونم: شهره امسا بو سنه مبارکده مدینه منوره نقل خانه ایلیه چکمسه یا چکمه. اینجوری. حالا بریم ببینیم که یک صفحه دیگر هم ازش بتونیم اگه بخونیم و تمامش بکنیم، برای اینکه گفتم این کتاب خیلی سخت نیست ولی باید با حوصله و بدون اینکه صفحه ها رو بپریم بخونیم. کاش اولش همین کارو میکردم. عوام ناسون استفادهسینه الوریشلی. بریم ببینیم از بالا. این در مورد یک گزارشی احتمالاً داره مینویسه درباره یک چیزی. استانبول طلبن سنده، استانبول طلبسیندن و شوکت. حالا همون چیزی که گفتیم چی اسمش بود، افخا، همون اینجا دوباره اومده، ولی بذار استانبول طلبسیندن و شوکت انزا مرحوم لا چراغلریندن فضیلتلو گره حق ان افخا افزاچی توسوردور تو لو سودور. حالا این چیه نمیدونم. افندینون کتابتی آتوب جارشو جامعینده توسون افندیزاده برینه صورت چپریده یا جبریده درس çıktığı görülünce bize gayret احتمالا bize de gayret gelip Zanus Paşa mescidinde taxtasına kitabı goptuk kitabı goptuk ve suret mezkure de dersi okudunduk ve cümleden ziyade cemaat topladık ihtimalen topladık. Bu harekatımızdan yerli haceler haz etmedi. نگاه کنید یه گزارشیه در مورد اینکه یه آدمی اومدی داره در مورد یه کتابی صحبت میکنه، اون رو ترس میده، اینها رفتن تو اونجا این کتاب رو بخونن، اون استادایش اونجا بودن خاجلر همون خوجا یعنی ملاها یا اون استادان که اونجا بودن دیگه میگه haz etmedi. Bu zad üzerine idaresiz lekinden ve tabayi tefsirinde Türkçe olan Türkçe olan ibaratını okuyamadıkında müfti این حسن افندی احتمال همون افندی باشه، این چی بوده نمیدونم، افخا همون باشه، مفتی حسن آقا احتمالاً هم باشه، نمیدونم خیلی نمیتونم. گرعجی geldi bahanesiyle dersi terk edip Ramazanzade oyda on şenid sonra چی؟ odan şimdi sonra birine bir kepli Ali Afka Haca derse çıktı. Rozadır. Ramazan iptidasında bir hafta ders okunmadığım müddet tarafından haceleri birer دگلدم احتمالا. حالا این انگار که خاطره نویسی کرده و در وسط خاطرات هم اومده
جالبه که اینجا داره از اینکه مردم خیلی علاقه داشتن برن تو مسجد کتاب بخونن. خیلی مهمه. عوام ناس استفادهسine الورشلی فضیلتلو گر حسن آقا احتمال هرچی بوده خواجه زاده درسیندن مساعده ders ogudir xacə görmədim. Ogudir xacə görmədim. O mübarəklər taxta başına çıxıb əvam-ı nasın muize-i həsənə yerinə hikayətlər söyləyib Yusuf aleyhisselam hikayəsiyle qoca bir Ramazani imrar ettiler ya imrar ettiler. Her dü میتونه اصرار یا امرار ettiler. Muize-i Hasene metlubeli söyleyecek Hace megerle alemde یا خصوصی و یا خصوصی گلده یغمینه چی واه اهالیه واه افراد اسلامیه واه اینجا دیگه واه میکنه دیگه حالا به واه اهالیه واه افراد اسلامیه واه o eski xacələr məslək qədimlərindən geçməz ehtimali yok. Geçmədə ehtimalən geçməndə ehtimali başı ehtimali yoktur ya yok. Taxta başına çıkarlar bir saat kadar manasız mukaddemat ile vakti köçürərlər بعد hikayeye başlarlar. داره خیلی زیبا داره این آدم داره گزارش میده. یک روزنامه نگاره انگار مثلا در اون مقطع روزنامه نگاری نمی کرده ولی در روزانه که می نوشته داره در مورد این ملاها و ملاهای قدیمی و ملاهای جدید داره گزارش میده که ملاهای قدیم میان میشینن مثلا میرن جلوی تخت سیاه احتمالا میرن اونجا و یک saat kadar manasız mukaddemat ile vakti keçirirler وقت رو هدر میدن بعد حکایه başlıyorlar حالا بعدش حکایه شروع میکنن اینجا احضار احتمالا نوشته شده باشه که دوباره حکایه سو بلنمسن حالا بریم در صفحه 111 گولزا از کی زمان طلبلسیندن الاشهرلی حاجی حافظ همون دوباره اون اسمش که نمیتونم بخونم انزا گوللی ترزی حافظ ابراهیم دوباره همون انزا تیمور جلی علی دوباره این آقا باید باشه برای اینکه یا افند یکی از این دو باید باشه چون این داره برای هر اسمی رو به کار این شهرت نیست این ادامه اسم نیست این یه صفته داره اینجوری می‌نویسه من اینو افندی اگه بخونم البته 2 تا نقطه داره اینجا میمونم گلزاده یا گلزاد از که زمان طلبسیندن الاشهرلی حاجی حافظ افندی گللی ترزی حافظ ابراهیم افندی تیمور جبلی علی افندی نام zatlerle görüştük. Hala el-Eşherli Hacı Hafız Efendi musafir olacak xane sahibine 37 sene
دنیرو دونبرو رمضان imamlığı edermiş ihtimal edermek bu sene de orada ایدی. حالا این 30 چند صفحه هستش، بیش از 30 و چند سالی که تو این خونه میاد رمضان ها رو اونجا موعظه میکنه. bu sene de orada ایدی، bir ماه برابر bir otaqda arkadaşlık eyledik. در یک اتاق اینجا arkadaşlık دوستی arkadaşlık eyledik و bir اینجا یه چیزی هستش که دوباره این همون bir aman iptidaki günü bir imam iptidaki günü beraberce el-eşhere geldik. El-eşhere geldiğimiz aşağıda tefsil olan olacaktır. Şimdi medreselerden çarşulara عطف کلام edelim. حالا داره خیلی گزارش خوبی میده. این آدم این کتاب از نظر تاریخی به ما خیلی مطالب زیادی میده و ما میتونیم بفهمیم که در اون تاریخ چی میگذشته. 89 tarihinde Gule Çarşısı yandığı ol vakt gazetelerde ya gazetelerde okunmuştu. Fil vakiye çarşud tamamıyla yanmak ve alan yapılmak dükkan yerler cabeca görülür. یعنی این حالا یا خیلی کتاب زیباییه. این یه مقدار عرض کردم مشکل این قضیه که من اینو نمیخوام به خاطر خطشه و یه مقدار اگر فرصت وقت بذاریم میتونیم این رو بخونیم. نمیدونم آیا ادامه بدیم این رو یا اینکه بریم یه کتاب دیگر رو باز بکنیم. بذار ببینم اصلا زیاد تا 1 ساعته تقریبا 1-2 صفحه ازش بخونیم و بذاریم برای صفحه بعد، برای یه روز دیگری که اگر فرصت بود و عمر بود بتونیم بخونیم. اینجا رو این صفحه 139 رو بخونیم ببینیم چی میگه. ببینیم اولش کجا هست. گزارش میده. این بیشتر گزارش تا نمیدونم این دوستان چرا گفتن رساله جبریه، نمیدونم، بیشتر گزارشه. به نظر میاد که یا حضرت مولانا. حالا اینجا یه چیزی از اینجا مدیر و افخا مومی مدیر و افرخان مومی که مادیه ayrılıp Mevlevihaneye uğratıldı. Çelebi Efendi'den bir kahvesi içilip öğle namazı kılındıktan sonra semahaneye girip merkez nüktesinde oturdum. Kubbede olan şu ابیاتی döne yazdım. اونجا تو سقف یه شعری بوده، نگاه کرده اون رو بخونه. تو رفته یا حضرت مولانا، شعر از حضرت مولانا بوده. دانی سما چه بود سریز شمس تبریزی، دانی سما چه بود سریز شمس تبریز، چشمان دل گشودن انوار قدس دیدن. دانی سما چه بود سریز شمس تبریز، چشمان دل گشودن انوار قدس دیدن. سر شمس تبریز این بوده. پس این که اون سماع می کرده
چشم دل گشودن انوار دل قدس دیدن. دانی ما چه بود سر ظلی مع الله، دانی ما چه بود سر، اینجا یه رلی هم هستش، سر ربی مع الله یا سر تلی مع الله، نمیدونم که کانجا ملک گنجی واسطه رسیدن. حالا اینجا حتی فارسیش هم نمیتونم بخونم. دانی سما چه بود سر ربی مع الله، کانجا ملک سکنجد بی و واسطه رسیدن. حالا اینجا نگنجد بی واسطه رسیدن، کانجا ملک نگنجد بی واسطه رسیدن. احتمال اینجوری باید خونده بشه. دانی ما چه بود در پیش ضرب اشکش یا اشکن. دانی ما چه بود در بی ضرب اشکه سر را چو کوی کردن، بی پا و سر دویدن. سر را چو کوی کردن، بی پا و سر دویدن. این شعر رو حالا داره. دانی سما چه بود درد دوای یعقوب، دانی سما چه بود درد دوای یعقوب، بوی وصال یوسف از پیرهن شنیدن. دانی سما چه بود بی خود شدن، ز هستی از خویشتن بریدن، یا وصل خود رسیدن، یا وصل حق رسیدن. حالا اگه دوستان نگاه بکنن این خیلی دارم آشنا میشم با این خط. دانی سما چه بود صوت بلا شنیدن، اندر فنای مطلق زود و بقا چشیدن، ذوق بقا چشیدن. آخرچی iki beytün misra-i sanileri yekdigerine verilecektir. Zira tertib öyledir, sehven böyle yazılmıştır. میگه که این شعرها باش جاش عوض بشه. میگه که من سهو کردم اینجوری نوشتم. آخر ایکی بیتون، این دوتا 4 بیتی که از اینجا دیده میشه، حالا 4 مصرعی که هستش، دانی سما چه بود بی خود شدن ز هستی، از خویشتن بریدن، یا وصل حق رسیدن. میگه این باید با این زیری که داری سما چه بود صوت بلا شنیدن، اندر فنای مطلق ذوق بقا چشیدن، میگه این میره بالا، اون بالایی که خوندم اول اون میاد پایین. آخرچی ایچی بیتون مصرع ثانیلری، ثانی یعنی این مصرع دوم، از خویشتن بریدن یا وصل این باید این مصرع فقط با این مصرع دوم که اندر فنای مطلق ذوق بقا چشیدن، اینها دوره جاشون باید عوض بشه. میگه اشتباه نوشتم. آخرچی ایچی بیتون مصرع ثانیلری یکدیگرینه verilecektir. Yekdigerine yani coşunu böyle evaz بکنن. Zira tertib öyledir. Sehven böyle yazılmıştır. Ferdای cüm'e günü millet kahvesinde müftiya bayender. حالا اینجا یه اسمی احتمالاً باشه. باینdir müllü معلم ölleri buluşup muhabbet eylemişlerdir. Bayendir müllü medellü معلم ululeri ihtimala ululeri buluşup muhabbet eylemiştir.
اینجا دوباره همون اسمی که اینجا آورد مقیاس، اینجا مثلا من مگیسا میخونم اینو، مگیسا معلم اولی، شعبان افندی، بایندر معلم اولی، عمر فهمی افندی، مدلو معلم اولی، عثمان نوری. حالا اینا چی هستش من نمیدونم. اینا انگار مثلا مگیسا معلم اولی، اولا، شعبان افندی، انگار این مثلا این مگیسا صفت نوعی معلمه یا معلم نوعی درسه، نمیدونم. بایندور معلم اولی، عمر فهمی افندی، عمر فهمی افندی هم معلم این چیز هستش، این درسش. مدلو معلم اولی، عثمان نوری، عثمان نوری هم معلم این درس هستش. Bu məsəlli 3 rüşdiyyə müəlliminin birləşməsi nadir təsadüf idir. حالا میگه این از جزو حوادث تصادفای نادر و کمیاب روزگاری که سه تا معلم مدرسه رشدیه یک جا جمع بشن. معمولا یعنی میگه نمیشن. Bir emek 6. günü Hafız Osman Efendi ve دهان برینجی احباب دیگه بریم بعضی جاها رو واقعا این خط منحصر به فردیه، خوندنش یه مقدار برای من سخت، زحمت میخواد و این هم باید نپریم، صفحه ها رو از اول شروع بکنیم تا بتونیم این کتاب رو چیز بکنیم. خاتمه. حالا اینجا میاد خودش مینویسه خاتمه، ببینیم چی نوشته. 2 صفحه رو به خاتمه اختصاص داده. رساله این جبریه باشه، احتمالا حبریه. اینجا اولی کتاب یعنی همون که اولی بود، اینجا یه عدد 57 نوشته بوده. 158 57 اون بود. حالا خاتمه رساله حبریه اولی کتاب 57 بود. burada 158 mecmu'i 215 sayfa olacağından وظایف ایمانه و اسلامه، وظایف ایمانیه و اسلامیه اوراقیل آندن bu ana kadar yazılan orağa 215 sayfali olmak üzere bu bir kitap teclid edilebilir. Bir kitap tecrid edilebilir. İşte Risale-i Habriye. حالا اینجا دوباره اون چیز زار جزءاً اولا burada tamam oldu ve içinde bilmünasebe veya bila münasebe çok şeyler yazıldı. İnşallah Teala bundan böyle yazılacak. Cüz'en fayda daha güzel sözler bulunur. Kitap edip arasına okurdukça okudukça Risale Zatçı nihayet sayfası. Hace gizli hatırınıza getirmek olursanız varan bizden çokluk iyilik gördüsünde fenalıkta götürülmek zan eyledin ki mebna tarafimize ait olan muhabbet sahihanızın bir قاعده تزاید قاعده حالا این قاعده bir قاعده تزاید eylemesi
امیلی نسیله یا امینسیله رساله زاده، حالا این رسالزده احتمالا رسالزده جزءا ثانیه بدءا ایله قلمی الدن یراغجق بعدها alacağın formaları cüz'en sani evraki olacaktır. Tahtel huruf be ownillahil melikir rauf aleykel avaudallah aleyke ownullah ve selam ala men ittebe'el huda. Kanun evvel 301. احتمالاً اینجا این 1000 اینجا هستش. معلم اول مدلول مدلل. حالا این چیه؟ میگم اون معلم المدلل احوامگر. حالا چی عثمان نوری، اینها رو عثمان نوری نوشته. این کتاب متعلق به عثمان نوری، گزارشیه نوشته، حالا از هر چیزی هم نوشته. کتاب جالبیه به نظرم. میشه زمانه اون رو، وضعیت اون زمان رو از روی این کتاب فهمید و به وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، سیستم آموزش، سیستم تربیت معلمان اینها و سیستم تربیت شاگردان، مبارزه نسل قدیم استادان با نسل جدید استادان یا معلمان قدیم مدرسه ها با معلمان مدرسه های جدید رو اینجا میشه فهمید. همچنین میشه از ساختار اداری، اجتماعی، صادرات و واردات و اینها و همچنین ساخت و ساز مدارس و مساجد و اینها آگاه شد. کتاب بسیار خوبیه برای جامعه شناسی اون مقطع از تاریخ. برای جامعه شناسی اون مقطع از تاریخ کتاب بسیار خوبی هستش و این رو من اگر براش یک ساعت وقت بذارم، 1 ساعت، الان من فکر می‌کنم که 1 ساعت و 20 دقیقه است داریم اینو میخونیم، 1 ساعت و 23 دقیقه است داریم اینو میخونیم. اگر من براش 1 ساعت وقت بذارم و از اول شروع بکنم به خوندن بدون اینکه صفحه ها رو بپرم، به نظرم میاد بعد از 10 صفحه میتونم تمامی اون دست خط این آدم رو رمزگشایی بکنم که مثلا این چیزی که مینویسه چی هستش. ولی الان حالا در اینجا من فقط قصدم اینه که این کتاب رو معرفی بکنم، بگم دست خطی وجود داره که حالا این کتاب 154 سال پیش نوشته شده، 146 سال پیش نوشته شده و به زبان ترکی هست. در مورد وضعیت اجتماعی اون مقطع تاریخی گزارش بسیار زیبایی میده، در مورد ساخت‌سازها، در مورد علاقه مردم به مدارس رشدیه، در مورد مبارزه معلمان قدیمی، مکتب‌های قدیمی با معلمان رشدیه، در مورد ساخت‌وسازهای اداری، گمرکات و اینها، در مورد اینکه مردم خیلی علاقه دارن وارد مثلا در رمضان به خصوص وقتشون رو برای یادگیری و کتابخوانی یا گوش دادن به کتابخوانی وقت صرف بکنن. این نشون یه چیز اجتماعی جالبی رو نشون میده برای شناخت واقعی جامعه. این خیلی خوبه. گزارش بسیار خوبی از 146 سال پیش هست، ارزش خوندنش رو داره. واقعا یه کار روزنامه‌نگاری هستش. این انسان نوری عثمانی اومده خاطرات روزانه خودش رو نه تنها نوشته، بلکه اومده اون چیزی که در مدرسه شنیده، درسها، اون اشعاری که دیده یه جایی، اون اشعاری که به ذهن خودش اومده، استاداش خوندن، اونها رو هم نوشته و این گزارش بسیار بی‌نظیری هستش. من خودم هم قبل از حتی دوره‌ای که من برم دانشگاه روزنویسی می‌کردم، خاطره نویسی می‌کردم. در دوره دانشگاه هر روز می‌نوشتم. در دوره پناهندگی در زندان هر روز 8 ساعت می‌نوشتم. در زندان که بودم، به غیر از اون اداره اطلاعات که خب اجازه نمیدادن به خودکار و کتاب و اینها دسترسی داشته باشیم، جز یک نهج البلاغه یا قرآن بود که بیش از اون چیز دیگری هم اجازه نمیدادن در اون حجره وجود داشته باشه، در اون سلول وجود داشته باشه و یه مهر، هیچ چیزی دیگری نبود. یه پتو بود، 2 تا پتو بود.
2 تا پاپتو بود، یک موکت هم که به زمین چسبیده بود. و بعد زندان، که در زندان من دفتر می‌خریدم، پول میدادم برام دفتر می‌خریدن می‌آوردن و من روزانه 8 ساعت در اون کار می‌کردم. دوره پناهندگی هم که در ترکیه داشتم، روزانه حداقل 8 ساعت کار فکری و نوشتن انجام میدادم، نویسندگی انجام میدادم و بعد میرفتم داخل شهر و اخبار رادیو تلویزیون رو از اینترنت نگاه میکردم، آخرین اخبار آذربایجان جنوبی رو تعقیب میکردم و بعد از طریق رادیوهایی که باهاشون همکاری میکردم این خبرها رو میدادم. و اما از وقتی که وارد کانادا شدم زندگی به تکرار تبدیل شد. جز اون چیزایی که از نظر فکری باید بنویسم، کار جدیدی اتفاق نمی افتاد که ارزش نوشتن داشته باشه. البته الان فکر میکنم اگه می نوشتم خیلی چیزای جالبی بود. مثلا اگر من هر روز کلاسای انگلیسی که میرفتم اونها رو می نوشتم، اون کالج که میرفتم می نوشتم، یا اگر هر روز اتفاقایی که در خانواده من یا در فکر من میافتاد اینها رو می نوشتم، به نظر من چیز جالبی در می اومد. ولی خب نشد. من یادمی که وقتی به زندان افتادم، در زندان داشتم خاطرات خودم رو می نوشتم و از زندان قاچاق می کردم از طریق بچه ها و به هر حال قاچاق می کردم به بیرون و بیشتر وقتا به خود خانواده‌ام می دادن که به ملاقات می اومدم، به اونها می دادم. به دخترها و پسرم گفتم که شما هم یک طرف داستان هستید، یعنی یک طرف داستان منم که تو زندانم، احساسات من، هر چیزی که هست وجود داره، افکار من متفاوته. یک طرف شماها هستید، هر کدوم شما که سنتون متفاوته، جنستون یکی پسر هست، 2 تا 3 تا دختر هستید، شما بعضیاتون تو خونه میمونید، مدرسه میرید، دوستانتون، معلم هاتون. مثلا تو مدرسه پسرم واقعا پسرم رو شکنجه کرده بودن، مدیر مدرسه، معاون مدرسه، معلم مدرسه پسرم رو شکنجه کرده بود و پسرم برای 3-4 این رو گذاشته بودن داخل، یعنی در میان برف نگه داشته بودن و این برای 3-4 روز فلج شده بود پاش مثلا. یا دخترم رو مثلا اخراج کردن از مدرسه مثلا به خاطر اینکه پدرش سیاسیه. مثلا اینجور چیزا بود. اگر اینها هم، من گفتم که هر کس از دیدگاه خودش این زندگیشو بنویسه، اون وقت 5 تا خاطره میومد که در مورد زندان من و اون وضعیتی که برای اینها پیش اومده، از 5 زاویه دید، از 5 انسان خاطره. خیلی کتاب جالبی. متاسفانه بچه ها این کارو نکردن، نمیدونم چرا این کارو نکردن، من ولی این کارو کردم. موجود هستش هم خاطرات نه هم دوره پناهندگی هم من هر روز نوشتم پناهنده ها اسمشون رو، پرونده هاشون رو اگر من ترجمه میکردم، پرونده هاشون رو و چه میگذره در این جایی که ما پناهندگی رو گذروندیم. یک کمپ بود، در این کمپ چی میگذره، چی کار میکنن بچه ها، بزرگترها، پدرها، مادرها. خب پدر خیلی کم بود، من بودم و یکی دیگه بود که اونم زن نداشت، فقط دخترش بود و بقیه خانم هایی بودن که بچه ها 1-2 تا بچه یا 3 تا 4 تا بچه داشتن. حتی خاطرات مربوط به اونها رو هم نوشتم، اگر من باهاشون تماس میگرفتم، یه جوری شاهد یه ماجرایی بودم، اونها رو هم نوشتم. کار خیلی بزرگی من در کمپ انجام دادم، در زندان انجام دادم، کارهای خیلی زیبایی رو انجام دادم، به نظرم بی‌نظیر و امیدوارم که یه روزی بتونم اونها رو چاپ بکنم. به هر حال خواستم بگم که جامعه شناسی واقعی برمیگرده به اونجا. ما بهترین جامعه شناسی که غرب داره، شرقی ها دارن، مسلمون ها دارن، این جامعه شناسی به رشته جامعه شناسی در غرب رو بنیانگذاری کرد. حالا اسمش یادم نمیاد، اون انسان شریفی که ترک هم بود، تا اونجایی که میدونم ترک هم بود و این سفر کرد. مقدمه کتابش خودش چیز هست، جامعه شناسیه، اصلا درس جامعه شناسی هست. حالا مقدمش خیلی معروفه، کتابی هستش مقدمه ابن خلدون، احتمالا نمیدونم، فکر میکنم ابن خلدون باشه. به هر حال روز و روزگار به کامتون. امیدوارم که چنین کتاب‌هایی بتونه به خصوص گزارش‌های دقیق از
وضعیت زمانه و ملت و ساخت و ساز و آموزش و روابط اجتماعی و روابط سیاسی و روابط اداری و سیستم های آموزشی، اینها بتونه به ما بگی که پدران ما چجوری تونستن یک امپراتوری رو نگه دارن و چی شد که این حالا کلمه امپراتوری رو هم دوستان من اصلاح بکنم. ظاهراً در گذشته هر شهری امپراتور داشته، استان نه ها، هر شهری، یه شهر کوچک هم معنی کردیم چی بوده، یه آدمی امپراتور یه خاکی بوده، یه انسان‌های اونجا کار میکردن، این در اونجایی که زندگی میکرد، اونجا یه بازار بود، یه قلعه‌ای بود که این در اونجا زندگی میکرد، سربازاش بودن، یه تعداد خدمتکاراش و نمیدونم یه تعداد عوامل انسان‌هایی که اونجا خدماتی رو ارائه میدادن و اصل قضیه بیرون از اینجا بود و اون زمین‌های این بود که کشاورزان یا روستاییان فرض می‌شدن در اونجا. به این آدم که حالا هم پول داشت، هم زمین داشت، هم نوکر داشت، هم کارگر داشت، هم سرباز داشت، امپراتور میگفتن. این که بگیم امپراتوری ترک اصلا یه واژه بسیار تحقیرآمیزیه، برای اینکه سلطان و سلطنت خیلی بزرگتر از امپراتوره و این رو هم تازه فهمیدم، دیروز فهمیدم. من فکر می‌کردم امپراتوری بزرگه، مثلا امپراتوری بریتانیا رو در نظر می‌گرفتم، بریتانیای کبیر، فکر می‌کردم که اینه. نه، بعداً فهمیدم امپراتور و امپراتوری به چیزایی که هر کسی در هر جایی قدرتی داره بهش میگن امپراتور، در حالی که این چیزی که ما در اسلام داریم، در میان ترک‌ها داریم، خلافته و سلطنته و این بر ده‌ها بلکه صدها امپراتور حکم میزنه. این خاقانه، برای همین ما یه خاقان داریم و امپراتور تحت فرمان اون، امپراتورها تحت فرمان خاقان هستن. در نتیجه مثلا ما میبینیم که حالا از